گایز، خوش اومدیم به اولین شورت ویدیو چنلمون. امروز اومدیم آموزش ساخت موشک در ماینکرافت رو بهتون یاد بدم. اول 4 تا استون میذارید، 4 تا انسو اینجوری که من گذاشتم میذارید. بعد اسلایم اینجوری میذارید. 2 تا باد برید، نه 1 دونه باد برید بالا. بعدش ابزرور میذارین، استیک پیستون، بعدش 2 تا اسلایم، بعدش 2 تا استیک پیستون، 2 تا استیک پیستون هم اینور، 2 تا استیک پیستون هم. بعد ابزرور میذارید، ابزرور با یه دونه آتیش هم زیرش. موشکتون ساخته شد. لایک و ساب بکوبید.